اگه مهمونی دعوتی و پوست سفید و شفاف لازم داری، سفیده تخم مرغ رو با زردچوبه میکس میکنی استفاده. بچه‌ها میخوام یه داستانی رو براتون تعریف کنم که من روز اولی که اومدم کانادا یه اتفاق خیلی عجیبی برام افتاد. من بعد از اینکه از چک پلیس رد شدم و فلان اومدم که برم دستشویی. بعد منم حالا ادعای انگلیسی ندارم ولی یکی دو تا کلمه انگلیسی بلدم. رفتم یه خانومی و اونجا وایساده بود، گفتم که excuse me where is the WC. دیدم خانم اینجا بوده WC I don't understand WC. منم این شکلی من شنیده بودم اینا کون نشورن ولی نشنیده بودم که دیگه دستشویی ندارن که WC اندخونه جیش پی پی. نه خانم اون لحظه که اون داشت میگفت من نمیفهممت منم این شکلی نکنه اینجا دستشویی ندارن. من شنیده بودم اینا کون نشورن ولی نشنیده بودم که اینا دستشویی دیگه نداشته باشن. هیچی دیگه ناامید رفتم سمت وسایلم که برم تاکسی بگیرم. بعد دیدم یه آقای داره میاد از ایناست که یه دونه ماده شوینده، میبینی یه سری هم میان مایه شوینده اینا دستشونه وسط پاساژها وسط همه جا. بعد دیدم که گفتم excuse me where is the WC. خیلی خوشحال شدم طرف رو دیدم. گفت washroom is here. گفتم washroom چیه؟ هیچی دیگه. فهمیدیم که تو کانادا به جایی که به دستشویی بگن WC میگن washroom.